برای شروع اول داخل یه تابه روی شعله گاز 1 کره 10 گرمی میندازیم. کره که آب شد 2 لیوان ذرت رو که مجموعاً میشه معادل 300 گرم بهش اضافه میکنیم. 1 لیوان قارچ معادل 100 گرم داریم که نگینی به این اندازه خردش کردیم. تقریبا میشه 4 تا دونه قارچ به این اندازه. قارچ رو به ذرتمون اضافه میکنیم. مخلوطش میکنیم. نصف یه استکان کوچیک آب هم داخلش میریزیم. بعد در ظرفمون رو میگذاریم و 10 دقیقه تا 1 ربع اجازه میدیم تا ذرت و قارچ بخارپز بشن. بعد از این زمان که موادمون بخارپز شد و آبش کاملا تموم شد، بهش نمک، فلفل سیاه و 1 قاشق چایخوری کاملا پر پودر آویشن اضافه میکنیم. مخلوطش میکنیم. حالا شعله گاز رو خاموش میکنیم. بلافاصله تا موادمون داغه سریع بهش سس میزنیم. 2 قاشق غذاخوری سس مایونز معمولی و 3 قاشق غذاخوری سس مایونز تند اضافه میکنیم. اگه در دسترستون نبود سس مایونز رو به همراه فلفل قرمز استفاده کنید. چون ذرت مکزیکی باید طعمش تند باشه، با سس مایونز تند خوشمزه تره. حالا میتونید به 2 صورت سرو کنید. نصف لیوان پنیر پیتزا داریم که قبلا از فریزر درش آوردیم تا به دمای محیط برسه و یخزده نباشه. حدوداً میشه 40 تا 50 گرم. میتونید به این صورت پنیر رو لابلای مواد بریزید تا با حرارت مواد آب بشه. میتونید هم به این شکل بعد از اضافه کردن سس پنیر رو مستقیم با کل موادتون مخلوط کنید تا با داغی مواد آب بشه. مقدار پنیر رو به دلخواه میتونید کمتر هم بریزید. وقتی ذرتمون رو سرو کردیم باز یکم پودر آویشن روش میریزیم. برای تزیین میتونید از خلال سیب زمینی و سس گوجه فرنگی تند استفاده کنید. بفرمایید ذرت مکزیکیامون آماده شدن.